فارسی نشریه The Independent خبر داد که وزارت خارجه طالبان گنرال ظاهر اکبر سفیر افغانستان در دوشنبه را از مقام برکنار و به جای او محمد ظریفی اسراری سفیر نو حکومت طالبان در تاجیکستان تعیین کرده است. بنا به اطلاع این نشریه فرمان برکناری گنرال اکبر هنوز 27 نوامبر سال 2022 صادر شده. طالبان در برابر تعیین ظریف اسیر به مقام سفیر همچنین جاوید شوله و کبیری قاسم را نیز به حیث کنسول و اتشه در سفارت افغانستان در تاجیکستان تعیین کردند. همصحبتان بخش فارسی نشریه The Independent ادعا کردند که فرمان وزیر خارجه طالبان امیرخان متکی در برابر تعیین سفیر نو افغانستان در دوشنبه در اولای ماه دکامبر به سهم کارمندان سفارتخانه در پایتخت تاجیکستان رسانیده شد. به گفته این منابع طالبان هنوز 5 ماه قبل تماسها با حکومت تاجیکستان را برا انداخته و نفر با نام قاری فیض الرحمن عطایی را همچون نماینده رئیس خود در دوشنبه تعیین کرده بودند، ولی او آن وقت به سبب‌های نامعلوم به تاجیکستان نرفت. در همین حال سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اکبر به خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور گفت رسانه‌های خارجی خبر برکناری او را برای جلب توجه قصداً پهن می‌کنند. او افزود سفارت تحت رهبری او در حدود جمهوری است که حکومت نو کابل را رسما اعتراف نکرده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان از روز اول به سر حکومت آمدن طالبان اظهار نمود که این گروه و وزیر کارهای خارجی آن متقی را نیز اعتراف نمی‌کنند. کار ما ادامه دارد، تاکید کرده است گنرال اکبر. تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهایی است که از حکومت نو طالبان فاصله گرفته، برعکس مخالفان این رژیم از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود را پشتیبانی می‌کند. بنا به خبرها احمد مسعود سابق نایب پرزیدنت افغانستان امرالله صالح و سابق وزیر مدافع آن کشور بسم الله خان و باز 10 تن دیگر از منصبداران سابق افغان در تاجیکستان پناه بردند.